بچه ها چطورید؟ امیدوارم هر چه که هستید خوب و سلامت و شاد باشید. من امیر هستم، اومدم امروز با یه ویدیوی خفن دیگه به شما آموزش چنج کردن اکانت کرکی بدم و شما میتونید اینجوری فقط دیگه اون اکانت توی یه گوشی خودتون میاد و دیگه توی گوشی نمیشه بیاد. خب دوستان، وارد برنامه کروم یا هم گوگل میشید، بالا میایید میزنید اکتیویژن که بچه ها باید اینو بزنید، کنید اکتیویژن پرایسی پورتال. این که سایت رسمی هم هست و این که نه احتمال بند شدن و هیچی وجود نداره، سایت رسمی خود اکتیویژن است. خب دوستان صبر کنید تا بیاد. خب دوستان اینجا که میاد اصلا اینه که نکنید، اصلا اینا رو کار نشته باشید. خب اینو بزنید اینجا، اینی که زدید میاد پایین. اینجا هم الان وقتی که فیلتر شکن وصلید بزنید ایران، ولی اگه فیلتر شکن وصل بود همون جایی که فیلتر شکن وصل بود همونجا رو بزنید. دوستان میایم جای ایران. خب ایران رو میزنیم، بعدش هم یه ذره اینا چیز بکنیم. دوستان یه دفعه دیگه از اول بیایم، چه که زدید ایران مشگر میزنید، صبر کنید تا بیاد. خب دوستان وقتی که اینجا هم آورد قرمزه رو میزنید، نکنید قرمزه رو میزنید و اینکه خب وای میستیم تا لودینگ بشه. خب اکتیویژن رو میزنید اینجا، رمز و جیمیل و اکانت کرکی رو میزنید، کپی میکنیم، اینم رمزش. خب بعد اینکه اینو زدید میزنید من ربات نیستم. خب یه ذره وای میستیم تا این سیاه بشه. خب لاگین رو میزنید و خب دوستان خب الان دیگه به اکتیویژن هم که وصل شد و هم نات ربات هم میزنید، این هم میزنید و مشیر هم میزنید. خب دوستان این هم که زدید اینو دیگه بزنید، فقط توی گوشی خودتون میاد و دیگه توی هیچ جا نمیاد. الان من میزنم که دیگه فقط تو گوشی خودم بیاد. فقط اکانت کرکی باشه. خب دوستان دیگه درست شد دیگه. شما هم برید همین جیمیل که من زدم همینم بزنید، تو گوشی خودتون نمیاره، فقط تو گوشی خودم میاره. دوستان اگه خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک کنید تا بازم ویدیو خفن و جدید دیگه هم بذارید و ما رو دنبال کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیو ما باخبر باشید. بدرود دوستان، شب خوش.